مرسی گوشتی مفکنی عکسی کشت چو تصویر پردازی سق قوی زندگ با حکیم جان. حکیم جان بومپور، تاریخ بومپور، یه مردم، یه جلگه مش با که زانن من هم باز یه باره گپ نجنیم که اهمیت تاریخی بومپور چه بوده، یه رودخانه و یه کور و یه آب و یه جلگه و یه مردم سرداران و ملکان و نارویان و بارکزیان و مزنوان دهکانان بومپوری باشنده اصلیان که خدایان باشیان آچاکان آذریانان و یه دیگه کومان رودینیان بلوچان که دانشتگن هر کومی و هر تکی شما گهترش زانت من شانی باره هم گپ نجنین خدا به گوستگینان بیا مرزی تو ما را یه دیگران اکلی به سرا بدن مروی چی ما پگل و شاده یهتت یه ملکا و تیا جایی که من همیشه گوشته وقتی که اتم منی براس منی استاد موسا جان آگوه که تی ناپک هم بدن کله همیشه من گوشته من ناپک دان کله شی معنا بلوچ زام بلوچ فهمی یعنی چه زبان همیشه گوشتش فرهنگا جدا نه اهل آزبان آن نکته آن زانند من بگوشین کاپار یک کشی خب یه آلونک یه چیزی که با این مسائل ساخته میشه با این مواد و با این مساله ولی من بلویش کاپار را درک کنین گدان ها درک کنین چیر و مها زانین آتلینگوی که بزو میشو آی گوتاینت بهارگاه وشیم بو هیزک منتن نزانین شوهنگ جاک و سلوات دهکان کوکار اشان پک یکین گدام یکین کاپار منی ذهن آیامن پا آدگران سیاه چادر اونلی فقط سیاه چادر کاری ندارین حکیم جان پداتی منتوارو ندو ولی شام مرسیه و بومپور بومپور نهند نه به لحاظ فرهنگی نه به لحاظ اقتصادی ما قرار این که دان واجه ها گوه واجه فرماندارا که بیاین کارگروهی بی دائمین من عظیم ربطون دیگه عظیمانه یامن دیگه عزیزانه یامن دیگه موسانه یامن دیگه اسماعیلانه یامن دیگه حمیدانه یامن دیگه محمدانه یامن و قرار این که انشاءالله ابدمان بید و ملکا کاری بید بچارت بدون پرده بردیم ناشناسنامش ذات ایرانیه شر من ایرانیم من در این جغرافیای سیاسی زندگی کنی ولی منا حقی ها همین ملکا هیچ کس نکم نی حقا این کار بله من همارا که پا مولی عبدالله پهره بندین پا فاضل پهره بندین پا سید هاشمی پهره بندین به ده خدا و حافظ و سعدی و مولانا هم پهره بندی همارا که موسیقی بلوچی ها همارا که گناکو پیزک و کمالان و نورل و عبید و یه جوان مرساد و مهردادی سروزا منی دل بود کاری من گو شجریان هم زندگی کنی ولی شان تعارف هند تا ادانی که منی حق کتمده و شان تعارف هند تا یه احتاگه منا شهرستانت کرده شهرستان زیر ساخت منی کجایم چیت کرده پا میکوما الا شی که یحت یک سری رقابت های ناسالما بینم محلوکا عدد کرتو هنچو مدل فقط خوشن تو هاو ما شهرستان بوده بچارت من به عنوان یک بلوچ لوتین که در 3 عرصه مثل یه دیگه شهروندان دیسته بین مسئله سیاسته بر اساس قانون اساسی من لوتین من رئیس جمهور بین من وزیر بین من رئیس دانشگاه بین من خواننده بین من هنرپیشه بین من صنعت تابری هر جایی که می استعدادی در حد اوتی استعدادا ولی کجا منی حق داته بوده تا کجا من
مسئله اقتصادا ملک مشاهمنی یه اقتصادا هم باید من شریک بیم. اگر رانت که پچه پتوه کرور میلیارد بره وره روی دکنه کانادا یا بلدینگ جنه کانادا یا منی محلوک شل ساده این لاپریچی مروی چی همین مروی چی به خاطرشی که ما درست اقتصاد کار نکن، درست فرهنگ کار نکن، آموزش کار نکن، منی بچه هوندان رهتگن. پس من قلب این استاد دانشگاه هم زار پا من و امثال من. بنا اقتصاد پرا هم باید گندک ببید، باید بنا بهردهک ببید. گوڑا گوشه ملک توسعه یافته، فرهنگ، اجتماع، هویت. تو یا منی ملک گوشه بمپور، من بمپورون، من بنی شهرون. پورا یعنی شهر در زبان سانسکریت، ہمارا که پهره بی شهر بمپور بنی شهر. تو یا منی باگین کسرکند گوشه قصر قند، بابا کسرکند کسترین کنتن. کنت استاد نشته موسی جان به معنی شهر. کنتو پرکنتو بیرکنتو بیرجندو سمرغندو شانه بیارد. کسر کستر کهتر در مقابل مستر. کسترین کند کسترین شهر. دمن آمنی گوشه دامن کوه. بابا بازی این جای دامنه کوه. گوڑا پهکان نام دمنه یه دمبه. و بگه بلوتشی چیزا میگوشیم استاد نشته من دیگه همه زیره به کرمان و خورما به شهر خورما نلوتیم کنی موسی فلان دیگه اجازت نده شیپان کپا من کشی منی استاده نی سر بره. من همیشه آرزو کرده که موسی ربط شیراز باره از این تو هم بره یادون نرو ربط لوگا کتاب آنده گوش از این شی بان تو گوڑا که حتی نکرده سوبینه به کنکورا. به هر حال نکته پراکنده نلوتیم گوشین به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ هویتی بلی که زبان فارسی منی زبان میانجی انگوشت و موتاش سعدی و حافظ و مولانا و بازین عالم دین و غیر دینا منجتا نکنین. همارا که گوشتون عبدالله روانبود و فاضل و بازین دیگه شاعر و گوشنده و زاندکاری بلوچین همجتا نکنین. بلی که من بوتی زبانا فکر کنی، بوتی زبانا بلکی، بوتی زبانا بتوانی و تا بروز و ظهور بدهیم. بلی که من هویت داشته بین مروی چی بیاد کتابهای درسی ها بچارت من رینش بمپور را کشته مسئله ملی لوتی مطرح کنی. کتابهای درسی راجب کومان ایرانی چنک اطلاعات درست دارن. چون درصد کتاب درسیش ابتدایی ها بازین دیگه شاعر و گوشنده و زاندکاری بلوچین همجتا نکنین. بلی که من بوتی زبانا فکر کنی، بوتی زبانا بلکی، بوتی زبانا بتوانی و تا بروز و ظهور بدهیم. بلی که من هویت داشته بین مروی چی بیاد کتابهای درسی ها بچارت من رینش بمپور را کشته مسئله ملی لوتی مطرح کنی. کتابهای درسی راجب کومان ایرانی چنک اطلاعات درست دارن. چون درصد کتاب درسیش ابتدایی ها تا دبیرستان شخصیت یک انسان شکلگی چون درصدی راجب کومان اطلاعات دن. همه هم که غلطن. همیشه که پا کرد و لور و ترک و ساندین گیلکی و بلوچ و عربا جوک عده بیته عدم شناخت. اگر قرار این که منی هویت از بلوچ به عنوان کرد، به عنوان ترک، به عنوان لور تو به من نهی اجازه بده که منی زبان منی فرهنگ من وقت را معرفی کنیم بیه دیگه کومان. تا ما یک گپا نجنی یک برچسب نچسبی عده کرده 43 ساله و پیستر رضاشاه و رضاشاهی بچه ها جنن اینا تجزیه طلبن. بابا ایرانی منون من اگر مبوتیم نی پیروک مبوتین ادان نامی دیگه چیزیت مروچی مرزان ازلی و ابدی نه. سال 76 مقاله نوشتتون فصلنامه گفتگو یا مرزهای برای بلوچستان بره بانتو بودن و دیگه پونجه تگن. برحال مروچی همارا که بابل، همارا که شهر سوخته
باز این جاه دیگه نه هیچ جهانداری بابلا شبه نبو، نه کوروش نه داریوش، بلکه آپ مسئلهت تغییر مسیر رودخانهت که بابل مروی چی فقط یک یادیه، یک خاطره باستانشناسی روته گودانا گوجیت و گوشی که بله بابلی ای بوده یه دوره حسونیشن عبیدیشن پیش از تاریخیشن بعد تاریخیشن دولت شهران 33 دانگی ایشانه. همی بومپور دوران باستان هم تصور مکنه که یک دورانی یکی مثلا کپت بومپور، یک کپت موهنجدارو، یکی بابل، یکی مصر، یکی یونانشان هیچ نه با امکانات آزمان به روانیشان هم ارتباط داشته. نکته ای بگوشیم دهه 60 هم در ریک پوت منی خدا بیامرز این پس باغچه همودان میگه سه دپای موسی جان یه سنگت وازی